سرخط خبرها در اوکراین قریب 2000 شهروند تاجیکستان ماندند. 50% نقشه دعوت به خدمت حربی اجرا شده است. نارسایی برق و آب مقامات تصدیق کردند که در تاجیکستان لیمیت هست. سلام بیننده های گرامی، امیدوارم خوبید. نویدی بامدادی رو از دوشنبه تقدیمتان میکنیم. امروز 13 اکتبر است. مقامات از شهروندان تاجیکستان در اوکراین خواستند که طلبات وضع حربی را در آن کشور رعایت کنند و اگر امکان هست قلمروی اوکراین را ترک کنند. در عین زمان از شهروندان دیگر طلب شده است که از رفتن به اوکراین خودداری ورزند. سفارت تاجیکستان در کیف روز 11 اکتبر تصمیم را به شدت گرفتنی حمله ها به انفراستراکچورهای مهم در سراسر اوکراین و تهدید به امنیت شخصی نامید. دولت علی نظریزاده سفیر تاجیکستان در اوکراین میگوید 2 روز ضربه های هوایی به کیف زیاد بود، اما حالا وضع آرام است. او روز 12 اکتبر در صحبت تلفنی گفت در اوکراین قریب 2000 شهروندان تاجیکستان ماندند. سفیر گفت قسمی از شهروندان تاجیکستان در منطقه های جنگی بودند و برآمده رفتند. یک قسم دیگرشون به منطقه های غربی کوچیدند. حالا هم شهروندان ما در اوکراین هستند و در ساحه های گوناگون کار میکنند. صاحب کاران هستند. بعضی از شهروندان ما در بخش کشاورزی نیز کار میکنند، افزود سفیر. با گفته دولت علی نظریزاده قریب 100 دانشجو را به تاجیکستان برگرداندند و حالا یگان دانشجوی در کیف نمانده است. 2 روز پیش روسیه با کیف و منطقه های دیگری اوکراین ضربه های سختی هوایی زد و کمش 19 کس کشته و بیش از 100 نفر زخمی شدند. وزارت دفاع تاجیکستان میگوید در دوام 10 روز دعوت تیر ماهی به خدمت در ارتش نقشه بیش از 50% اجرا شده است. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت به رادیو آزادی گفت در این مدت ناحیه‌های نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد، سنگوار و لخش و شهر حصار از انجام دعوت تیر ماهی شهروندان به خدمت حتمی حربی گزارش داده. اجرای نقشه در شهر و ناحیه‌های تابع جمهوری تا امروز به 62% برابر شده است. با اطلاع این وزارت سفربری جوانان به صف قوه‌های مسلح در سال بیش از 38%، ختلان 51%، نواحی تابع مرکز 68 و شهر دوشنبه 48% اجرا گردیده است. در تاجیکستان در 2 موسم بهار و تیر ماه جوانان از 18 تا 27 ساله را به ارتش دعوت میکنند. مقامات هم مسئله گزارش میدهند که اکثر جوانان اختیاری به ارتش رفتند، ولی شکایت ها از ابله کم نمی شود. مسئولین شرکت برق تاجیک پس از 2 هفته شکایت ساکنان تصدیق کردند که در کشور محدودیت نیروی برق جاری شده است، ولی آن را نخواست خودشان بلکه ضرورت دانستند. آنها روز 12 اکتبر در اعلامیه گفتند هرچند آب انبار نورک تا نقطه آخرین پر است، احتمالی تا بهار نرسیدن ذخیره‌های آب وجود دارد. این وضع به گفته مسئولان امسال نارسایی برق را به مقدار بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت به میان آورده است. ساکنان منطقه‌های گوناگون تاجیکستان از آخر ماه سپتامبر شکایت دارند که انتقال نیروی برق به خانه‌هایشان محدود شده است. مقامات در این مدت لیمیت برق را تصدیق نکرده، تنها گفته بودند که با تعمیر زیر ایستگاه‌ها و خط انتقال نیروی برق مشغولند. دلیلی که شرکت برق تاجیک روز 12 اکتبر تکرار کرده مردم به آن باور ندارند. برق تاجیک به طور روشن شرح نداده است که محدودیت نیروی برق از کی آغاز شد و کی پایان خواهد یافت، ولی از ساکنان دعوت کرده است برق را صرفه‌کارانه استفاده کنند تا در زمستان شبانه روزی با برق تامین شوند. تامین اهالی با برق یکی از مشکل‌های اساسی حکومت تاجیکستان گفته می شود که با وجود بنیاد نیروگاه‌های زیاد تا حال حل خود را نیافته است. گروهی از دانشجویان ازبکستانی در ولایت کورسک روسیه توسط شبکه‌های اجتماعی از پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف خواستند که آنها را به دانشگاه‌های ازبکستان انتقال دهد. با گفته آنها از سبب آنکه ولایت کورسک روسیه با شهر سومی اوکراین هم مرز است، تاثیر عملیات مخصوص در منطقه نیز احساس می شود که دانشجویان تحصیل می کنند. وزارت کارهای خارجه ازبکستان گفت که بعد این مراجعت به ولایت کورسک روسیه دیپلمات‌های ازبکستانی رفته و وضع دانشجویان را خواهند آموخت. پرویز ارزوخول یک جوان تاجیک در گوشه و کنار دوشنبه ساکنان را به تماشای کیهان دعوت می کند. او در رشته انرژتیک تحصیل می کند، اما از شغلش دست نکشید. با کمک پدر و مادر یک تلسکوپ خرید و رایگان به ساکنان سیاره ها را نشان داده درباره آنها معلومات می دهد. گزارش شعلوی عبدالله را همراه می بینیم. شغل پرویز دقت اطرافیان را جلب می کند. او با تلسکوپ خواهشمندان را به تماشای ستاره و سیاره ها می برد.
کشورهای خارجی در اروپا و دیگر دولت‌ها با مانند تروار استرونومی میگن، یعنی که استرونومی کوچگی هم میگن، یعنی که استرو اکسکلوسیو هم میگن که آنها تلسکوپ‌های خود را به کوچه ها برآورده، یعنی که استرونوم ها استرونوم تلسکوپ‌های خود را به کوچه برآورده آدمان گذشته صد را برای تماشای کیهان و ابیکت‌های کیهانی جلب میکنند و با آنها با تلسکوپ خود رایگان با آنها نشان میدهند. من فکر کردم که برای چی در تاجیکستان همچنین استرو اکسکلوسیو ها تروار استرونومی گذرانده نشد. با این کارمان حالا تا چی کردن محدود شدن نیستیم و این کارمون رو دوام میدیم. در تاجیکستان هم این ساحه رو پیش میبریم، وسیع‌تر میکنیم. پرویز سیاره‌ها را رایگان به راهگذرها نشان و درباره‌شان معلومات می‌دهد. میگوید این کار را از دلبستگی به کیهان میکند، نه برای درآمد. وقتی که تولد شدم، برای اینکه از خردی به آسمان نگاه میکردم، میخواستم دانم که ستاره ها، سیاره ها، آفتاب، ماه چی است، آنها چگونه پیدا شدند، یا اینکه چی طور پیدا شدند، آینده چی میشن، اینها رو دانستم میخواستم. این مجبور کرد که اینکه تکان داد که علم استرونومی به علم استرونومی شوق پیدا کنم و این علم رو خودآموزی کنم. به گفته پرویز، بعضی از ساکنان درباره ستاره و سیاره ها میدانند، از علم نجوم آگاهی دارند، اما بعضی دیگر آن را به خرافات آمیخته می کنند. برداشت ساکنان پس از تماشای سیاره ها گوناگون است. ما دیدم ساتورن یکم بردم خیلی. نداشتم که در شهر ما همه خیلی زیاد است، بعد ما اون دیده خیرات موندم. پرویز در رشته انرژتیک دانشگاه تکنیکی تاجیکستان میخواند. او باور ندارد که با علم ستاره شناسی و یا استرونومی تواند در آینده خود را تأمین کند. با وجود این، پرویز از آینده خود خوشبین است. او میخواهد که با این کار جهانبینی مردم به خصوص جوانان را وسیع کند. در شبکه‌های اجتماعی نوارهای دایر به کیهان و کائنات را میگذارد. و میخواهیم با این کارهای ما رو هم شوق جوانان را بسیارتر به این علم ها، به این ساحه جلب کنیم که در آینده جوانان ها بعد ختم مکتب میانه این ساحه رو انتخاب کنند به این ساحه پیش روند و این ساحه را در تاجیکستان بلند بردارند. در تاجیکستان در عهد شوروی علم استرونومی رشد زیاد کرد و هنوز هم رصدخانه‌های پیشرفته وجود دارد. ولی میل جوانان با این علم دقیق ولی برای تمام انسانیت جالب در کشور سالهای اخیر کم شده است. پرویز باور دارد که این کار او به ترغیب علم و فناوری ها کمک خواهد کرد. تقریباً 6000 طالب علم تاجیک در 9 ماه امسال در المپیادهای بین‌المللی شرکت ورزیده بیش از 1,500 مدال به دست آوردند که از آن 259 مدال طلا و 593 مدال نقره بوده است. وزارت معارف خبر داده است که تعداد خوانندگانی که در آزمون‌های فنی خارج از کشور شرکت داشتند نسبت به سال گذشته قریب 1000 نفر افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ تقدیمتان می شود که مهمترین تحولات تاریخی 13 اکتبر را فرا می‌گیرد. 13 октябри соли 2015 полиси Санкт-Петербург бо баҳонаи нақзи қонуни муҳоҷират шаҳрвандони Тоҷикистон ҳамсарон Рустам Назаров, Зарина Юнусова ва писари 5-моҳаашон Умарали Назаровро боздошт карданд. Полиси Русия тифли 5-моҳаро аз дасти модар ҷудо карда давоми соатҳои дароз ба гирьяву нолаи кӯдаку модар нигоҳ накард. тифли тоҷик шаб даргузашт. полис гуфт кӯдак бемор будааст, вале волидонаш гуфтанд ягона фарзанди ҷавонмаргашон ҳеҷ дарде надошт. марги кӯдак дар идораи полис маҳкумияти бисёриҳоро дар дохилу хориҷи Русия ба бор овард, вале ҳеҷ нафаре ҷазо нагирифт. моҳи октябри соли 2019 бонки миллии Тоҷикистон дар як таҳқиқ маълум кард ки 70% оилаҳо дар Тоҷикистон бо пулҳои фиристодаи наздиконашон зиндагӣ мекунанд. соле 1 миллион сокини Тоҷикистон барои кору даромад ба Русия меравад ва маблағи фиристодаи онҳо наздик ба $2 миллиард ташкил медиҳад. як пурсиши пажӯҳишгоҳи илмию таҳқиқотии бонки миллии Тоҷикистон маълум кард ки нисфи пули фиристодаи наздиконашонро оилаҳо барои хариди ғизо ё сохтмони манзил, 11% барои тӯю арӯсӣ ва дарсади ночизаш барои рушд ва соҳибкорӣ сарф мешавад. 13 октябр бо қарори Созмони Милали Муттаҳид рӯзи коҳиши хатарҳои офатҳои табиӣ мебошад.
тоҷикистон яке аз кишварҳои осебпазир дар баробари фалокатҳои табиӣ мисли зилзиlavу обхезӣ ва биёбоншавии замин мебошад. аз соли 1992 то 2020 обхезиву селу заминларза ва лағжиши хок ба 7 миллион нафар осеб ва ба иқтисоди кишвар тақрибан $2 миллиард зарар расонидааст. бонки миллии тоҷикистон қурби сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз чунин таъин кардааст. навиди бомдодиро тамошо кардед. матлабҳои аз ин бештарро метавонед дар вебсайти радиои озодӣ зери нишони озодӣ.орг пайгирӣ кунед. то барномаи баъди хайр.